روز 7 چرخش برای رقص. روز 3. بریم سراغ پیوت ترن. سلام بچه ها، امیدوارم حالتون عالی باشه. بریم سراغ چرخش پیوت. چرخش پیوت یعنی جهتمون رو قرار ما تغییر بدیم. خب 2 حالت کلی داره. اولین حالتش اینه که ما که برای مبتدی هم هست، اینه که ما پامون رو صاف و فلت روی زمین بذاریم و بخوایم چرخش رو بهش اضافه کنیم. دومین حالتش اینه که ما بیایم روی پنجه و روی رلوی پاشنمون بلند شده باشه و بخوایم اون چرخش رو انجام بدیم. خب اگر پای راستم رو بیارم جلو، خب قراره به سمت شونه چپ به اندازه 1/2 یا 180 درجه یا نیم دور بچرخیم. خب یعنی اینجوری فلت، کامل پاهم روی زمین، آروم میچرخم. خب دوباره پای راست رو میذارم جلو، آروم به سمت شونه چپ میچرخم. نکتهش برای شروع چیه؟ اینکه ما یه تیکه بچرخیم. فکر کن یه تیکه چوبی میخوای 1/2 بچرخی. خب دوباره این فیلم ترسناک ها هست که یارو اینجوری برمیگرده. دقیقا عین همون. خب حالا بخوایم پیش بریم، اینه که یه ذره بهش سرعت بدیم. خب ولی وقتی سرعت میدیم احتمالش هستش که ما با شونمون بخوایم چرخش رو لید کنیم، بخوایم با شونه هامون شروعش بکنیم. نه، اشتباهه. ما باید با مرکز یا ثقل بدنمون چرخش رو انجام بدیم. یعنی تقریبا میشه گفت این حوالی شکم یا کور. خب ببینید، پس من یه ذره بهش سرعت میدم، بوم. خب دوباره بوم با قسمت کور یا مرکز بدنمون. خب یادم باشه که از خودتون خواستید فیلم بگیرید که با شونه هاتون انجامش بدید. اگر با شونه باشه این شکلی میشه. خب نکن، شونه اول میاد و اصلا درست نیست. باید یه تیکه باشه و ما با سنتر یا مرکز بدنمون حرکت رو انجام بدیم. و ببینید اگر من پای راستم رو بیارم به سمت چپ اصلا نمیتونم بچرخم. خب پاهم زبدری میشه، اصلا نشدنیه. خب در نتیجه باید به سمت شونه چپ بچرخم اگر پای راستم جلوه. خب حالا یه کوچولو با پای چپ هم تمرین کنیم. یه تیکه یه ذره بهش سرعت بدیم، بوم. خوبه. دوباره پای چپ به سمت شونه راست، بوم. عالی. یه کوچولو دیگه تمرین کنیم. 2 تا هر پا. 2 تا با پای راست، 1 یه دور دیگه، 2. خوبه؟ بوم. حالا با پای چپ که خودش جلوه، 1 بوم. 2. میبینید که پاهام فلت، صاف، کل کف پام روی زمینه. نمیرم روی پاشنه، نمیام روی پنجه. خب حالا توی این مرحله بهش اسپاتینگ اضافه میکنیم. اسپاتینگ یعنی چی؟ یه نقطه رو ترجیحاً چشم خودتون توی آینه در نظر میگیرید. موقع چرخش الان که نه، الان نگاه کنید آخرین جایی که قراره بره سرمون رو نگاه کنید. سرمون نگه میدارم، بوم. آخرین لحظه یه لحظه سریع، خیلی سرعتی و انفجاری سرمو میبرم. نگاه کنید همه جا میره، سرم جا میمونه، بوم. سرم سریع میاد. حالا اینجا من قراره برگردم دوربین رو نگاه کنم دیگه. دوربین میشه نقطه اثبات من، اون نقطه‌ای که میخوام بهش خیره بشم. خب نگاه کن، همه جا میاد، بوم. سرم لحظه آخر. سر رو نگه داریم، پس بوم. دوباره عالی. خب اون طرف هم یه ذره اسپاتینگ تمرین کنیم. 1 آخر سر، سری، بوم. آخر سر بیاد. خوبه؟ حالا بریم سراغ این که روی حالت رلوی بریم. روی حالت رلوی یعنی چی؟ یعنی پاشنه ها بلند بشه. خب پاشنه یکم سخت میشه اما آماده تر میشید برای چرخش های پیشرفته تر.
پس ما چیکار کنیم؟ بیایم روی پنجه پاهامون یا سینه پا یا حالت رلوی. گفتیم این اصطلاحاتی که استفاده میکنیم مثل اسپاتینگ، مثل رلوی، مثل فلت روی زمین بودن پاهامون برای اینه که با ترمینولوژی های رقص بین المللی بیشتر آشنا بشیم. خب برای ادا بودن نیست. خب بریم که حالت رلوی رو انجام بدیم. فقط توی حالت رلوی اگر هستید وقتی بریم سراغ رلوی که ما تونستیم بوم اینو خیلی با سرعت زیاد حالت فلت انجام بدیم. بعد میریم سراغ رلوی. چرا؟ چون روی حالت رلوی خیلی سخته اگر ما بخوایم آروم بچرخیم. خب تعادلمون حفظ نمیشه و سخته. در نتیجه ما باید سریع انجام بدیم. خب سریع باید بذاریم پایین بوم. خب به خاطر همین وقتی که حالت صاف رو تونستید خیلی تند انجام بدین بعد بریم سراغ رلوی. خب حالا تصور میکنیم که شما یاد گرفتین و میایید مرحله بعد این ویدیو. مرحله بعدمون پس چیه؟ اینه که بیایم روی حالت رلوی خیلی تند با اثبات کردن سرمون بچرخیم. نگاه کن الان قراره به سمت شونه چپ بچرخم. بوم. عالی. بوم. خیلی خوب. خب یه چند بارم با پای چپ تمرین کنیم. پای چپ رلوی چرخش، پای چپ رلوی چرخش با حالت اسپاتینگ. خب قطعا ما میتونیم اینا رو توی جهت‌های مختلف هم انجام بدیم که میشه 1 2 1 2. پای بعدی 1 2 1 2. خیلی خوب. پس توی جهت‌های مختلف هم که تمرین کردیم حالا بریم یه ذره بهش استایل بدیم. من ترجیحم اینه که حالتهای دست و آرم استایلینگ های ساده تر رو شروع کنید. خب مثلا چرخوندن دست همزمان با چرخش. نگاه کن اینجایی میخوای بچرخی، اسپاتینگ تو رعایت میکنی، تند بودن چرخشت هم یاد گرفتی، حالا بهش چرخش دست هم اضافه میکنی. میای بالا 1 2. دوباره میای بالا 1 2. خوبه؟ طرف دیگر رو بریم 1 2 1 2. عالی. هرچند که دیدی تعادلتو نمیتونی حفظ کنی شکمتو صفر کن، 4 سرتو به هم فشار بده و پاتو به زمین خیلی محکم فشار بده. این تمرین باعث میشه که تعادلتو بتونی حفظ کنی. یه نکته خیلی مهم اینه که چرخش خیلی ارتباط مستقیم با قسمت کور یا مرکز بدن داره. وقتی من بخوام تعادلم رو حفظ کنم شکممو سفت میکنم و میبینم که تعادلم واقعا حفظ شد. 4 سرم همینطور، فشار به زمینم که همینطور. اینا باعث میشه که تعادلتون حفظ بشه. حالا بیایم یه ذره سخت‌ترش بکنیم. اینکه دستمو از دست چپ رو از اینجا بیارم بعد بیارمش پایین و دست راستم هم که دور سرم میچرخه. حالا همزمان بوم. عالی. پای راستو بیارم 1. همزمان باهاش بچرخم 2. خوبه؟ دوباره 1 2. یکم بیایید حالت دستشو تمرین کنیم. این از اینجا میاد، دست چپمون اول خم میاد سمت شونه راست، آروم باز میشه. حالا جفتشو با هم انجام بدیم 1 2. خوبه؟ دوباره 1 2. طرف دیگه دست چپ دور سر بچرخه، دست راست خمشه به سمت شونه چپ و باز بشه و بیاد پایین. میشه 1 2 1 2. عالی. خب بریم طرف دیگه بهش این آرم استایلینگمون هم اضافه کنیم. 1 اسپاتینگ 2 اسپاتینگ. میبینید که تعادلمون هم بعضی وقتا به هم میخوره. اشکالی هم نداره. حالا میخوام بهش چرخش مو اضافه کنم. اگر که چرخش مو رو هنوز یاد نگرفتین بیخیالش بشین، چون توی یه چالش های 7 روزه دیگه تمرینات موهامون هم داریم. انقدر که موها حرکت داره
چالش میخواد واقعا. میریم سراغ اونا، هم آموزش کامل ترش رو حتما براتون میذارم. اگر بلدید که بیاد دیگه به هم ملحق بشید که بریم موهامونم بچرخونیم. از اینجا که من اومدم میخوام بچرخم، یه چرخش کامل مو میخواد. یعنی چی؟ 1 2. ولی اینکه بگم توی این چرخش مو خب قطعا نباید موها تو صورت باشه. خب یعنی این نشه، این درست بود، این نشه. خب باید یه دور کامل قشنگ با پشت سرم بوم بیام بالا. نگاه کن، بوم. خب استپ، سرمو کج میکنم به سمت راست، میچرخونم میام بالا. عالی. دوباره استپ، سر کج، بوم، میچرخم. فقط موقعی که داریم از چرخش مو برای استایل کردن پیوت ترن استفاده میکنیم، میتونیم یه لحظه اولش روی رلوی باشیم، بعد دیگه بذاریم و فلت بچرخیم. این چیت نیست واقعا، این اینطوریه که سیفتی، اون امنیتمون موقع انجام حرکت واقعا حفظ میشه و دیگه قطعیه. یکم سخته که من اینجوری بچرخم، ببین مجبورم که بذارمش روی زمین. خب در نتیجه هر موقع که احساس کردید نیاز دارید که پاتون فلت روی زمین باشه، حتما انجامش بدین، چون که اول از همه چیز امنیتمون مهمه. خب توی رقص که سالم باشیم و بتونیم چیزای دیگه هم یاد بگیریم. بریم طرف دیگه. رلوی چرخش. آفرین. رلوی چرخش. خیلی وقتا که من آفرین میگم بچه ها میگن به خودت گفتی، خودت خوب رفتی. ممکنه. خلاصه این هم از پیوت ترنمون که این ویدیو ممکنه برای یه سریا خیلی راحت باشه. خب کاری نداره که اینجوری کردیم و اینا. خب اما توش تمرین اسپاتینگ داشتیم، توش توی این حرکت اضافه کردن آرم استایلینگ به چرخشمون داشتیم، یعنی استفاده عصب عضله بیشتر